منتخب نوراسانی تا 15 ساله کشور آخرین بازی خود را در دوره مسابقه اساسیه فوتبال آسیا مرکزی با نوراسانی ازبکستان 2 نمود. وخوری با غلبه مینیمالی نوراسانی تا 15 ساله تاجیکستان به انجام رسید. در قسم دوم نوراسانی ازبک امکان داشتند که پیش صف شوند، ولی دروازه‌بان منتخب نوراسانی کشور سنت‌الله اسماعیلов ضربه جریمه‌وی 11 متره را مهار نموده دروازه‌اش را از گل امین نگاه داشت. گل یگانه وخوری را مسرور غفورов در نیمه دوم به هدف رسانیده غلبه تیم منتخب نوراسانی تا 15 ساله کشور را در این وخوری تامین نمود. همین طور نوراسانی کشور این چمپیونات را بدون باخت خاتمه دادند. منتخب نوراسانی تا 15 ساله ایران نیز بازی آخرین خود را در دوره چمپیونات اساسیه فوتبال آسیا مرکزی با منتخب قرقیزستان 2 نمود. وخوری با غلبه بزرگ نوراسانی ایران ختم شد. حساب بازی را در دقیقه 32 اسماعیل قلیزاده باز نمود. مؤلف پرتابی گل‌آوری زیبا رضا خندیپور گردید. در دقیقه 40 وخوری نیم حمایتگری نوراسانی ایران سمیر حباباتی برتری دستش را دو بالا نمود. قسم اول با برتری دو گل ایرانی‌ها ختم شد. در آغاز قسم دوم اسماعیل قلیزاده مؤلف دوبل شد. حساب 3-0 گردید. عرفان درویشعلی سربان منتخب نوراسانی ایران در دقیقه 54 بعد از ضربه کنجی وارد نمودن توپ گل نوبتی تیمش را به هدف رسانید. 5 دقیقه بعد یکی از بازیگران فعال میدان رضا خندیپور همه حمایتگران رقیب را به غفلت گذاشته حساب بازی را 5-0 کرد. در دقیقه 67 کسرا طاهری گل ششم نوراسانی ایران را مؤلفی نمود. علی رحمان نژاد هم اسمش را در تابلوی میدان نوشته حساب را تا به 7-0 رساند. نقطه آخر و گل هشتم دیدار را کسرا طاهری گذاشت. بازی با غلبه بزرگ نوراسانی ایران ختم شد. در انتها در یک فضای تنتنوی با اشتراک رهبریت فدراسیون فوتبال کشور مراسم جایزه سپاری برگزار گردید. اولا جایزه مخصوصی را به منتخب نوراسانی تاجیکستان تقدیم نمودند. بهترین نشانزنی مسابقه سربان تیم ملی نوراسانی تا 15 ساله تاجیکستان ابوبکر سلیمانov با 3 گل زده‌اش گردید. بهترین بازیگر چمپیونات اساسیه فوتبال آسیا مرکزی در سال 2021 اسماعیل قلیزاده از منتخب ایران شد. بعدا مدال‌های برنجی را به منتخب نوراسانی تا 15 ساله ازبکستان تقدیم نمودند. منتخب تا 15 ساله کشور ما برنده مدال‌های نخره مسابقه گردید. قهرمانی اساسیه فوتبال آسیا مرکزی در سال 2021 منتخب نوراسانی تا 15 ساله ایران شد. یادآور میشم که ایران و تاجیکستان در 3 دور رقابت‌ها 2 غلبه و 1 مساوی به دست آوردند. منتخب ایران با تفاوت گل‌ها سزاوار مقام نخست گردید.